شما در جریان هستید. در روزای تحول در هرات خو خیر بسیار کوشش کردیم، تیم‌های دعوتی را روان کردیم، با هر کس تلفن میکردیم، رابطه میکردیم. ما او وقت مسئول دعوت و ارشاد بودیم. خب بالاخره بازی جنگ شروع کرده و چنته بسته کرده و در کوچه های هرات میدویدن، ولی بالاخره که نشد. امی کماندان صاحب اسماعیل خان امرش تلفن کردیم، اطمینان دادیم که همی کشورتان است، وطنتان است، همی خانه تان است، همی اینجا باش. امن دادیم. شما دیدی بسیار با عزت، گرچه چنته در سینه‌اش بود. چند روز که تیر شده، دو روز بعد احوال روان کرده که ما میریم به کابل. وقت کابل فتح نشده بود. گفتیم صحیح است، برو. گفت از کابل تیاره میخواهیم. گفتیم بخو. وقتی که او از کابل تیاره خواست، اونجا در کابل وضعیت تغییر کرد. بعد از اون باز یک هفته دیگه تیر شد، باز احوال روان کرد که ما مریض هستیم، به ایران میریم. گفتیم همینجا قدر و عزتتان زیاد است، موی سفید هستی، همینجا باش. مولوی صاحب غلام حیدر شاه احمد شما میشناسید؟ او امرایش همینجا نزدیک بود، با تلفن او امرایش صحبت میکردیم. او گفت که نه مریض هستیم. امرای ما یک برادر بود، او را خنده کردیم، گفتیم مگه جنگ شروع می بود با 6 ماه دیگه مریض نمی شد، ولی بسیار زود مریض شده. گفتیم صحیح است، وعده کردیم که شما با امن هستی، هر طرف که میری. باز بسیار با قدر و عزت تا اسلام قلعه آن دوله امرایش رفت، رسخت شد. ولی متاسفانه که امروز باز سخنهایی میکنه که نه به نفع ملت است، نه به نفع خودشان است. این تجربه های ناکام و تکرار کردن صحو است. وقتی که اتحاد جماهیر شوروی به او قوت آمد، در افغانستان چطور شد؟ وقتی که امریکا و ناتو و متحدین 50 کشور آمد، اینجا چی کرد؟ حالی اگر یک کشور فقط یک هتل برات رزرو میکنه و او خوشحال هستی، این خوب نفع شما نیست، به نفع افغانستان هم نیست. و مردم جهان هر کشور به شمول امریکا و دیگر اندوالانشان به مراتب اطمینان داده که ما بعد از این در افغانستان حمایتی کدام حرکت نظامی را نمی کنیم. ما در افغانستان دیگه جنگ نمی خواهیم.